سلام به همه وطندارای حشری خودم. با یک کارشناسی دیگه در خدمتون هستیم. میخوایم بریم محتوای این پیج رو ببینیم و چی تولید میکنه و چه توقعی داره. اینجا براتون میخونم که چرا پست جدید منو نمیفرستید واسه دیگران. حتما باید مثل بقیه بلاگرها پست چرت و پرت و پوچ بذارم تا بفرستید. الحق کرد چی سرمون بیاد حقمونه. واقعا متاسفم برای خودم همین. و یه اشاره کرده به خب استوری بعدیش نوشته پست جدیدم تا این گزینه 1000 تا نشه و لایک 3000 تا لایک نخوره استوری نمیذارم براتون. خب اینجا تهدید میکنه فالوورهای خودش رو. خب بریم استوری بعدی با هم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوبی؟ بچه‌ها از صبح تا حالا دایرکت من سوراخ کردین که چرا استوری نمیذاری، چرا با ما قهر کردی. خب اینجا داره توضیح میده که دایرکتم پر شده از پیامایی که چرا استوری نمیذاری، چرا پست نمیذاری. بریم گوش بدیم ببینیم ادامهش چی میگه. بچه حق بدید به من، خدایی حق بدید. یعنی تمام فعالیت، تمام انرژی فقط از سمت منه. بهترین محتوا، بهترین استوریا، پستا. گوش کردیم؟ ایشون بهترین محتواها و بهترین استوری ها رو برای شما درست میکنن. حالا محتوا و استوری چیه؟ بعدا نشونتون میده. همه رو از سمت من شما دارید میبینید، اما دریغ از یه ذره حمایت از سمت شما. چرا حمایت نمی کنید؟ خب یه خورده حمایت کنید دیگه. نه یه خورده، نه لایکی، نه کامنتی، نه یه پست آدم رو شیر میکنید. آقا دیگه چی میخواید محتوا از این بهتر؟ دیگه از این محتوا بهتر چی میخواید؟ تمام اعضا و جواره و ریخته بیرون. دیگه از این بهتر چی میخواید؟ اصلا خیلی منو ناامید مایوس کردید واقعا. یعنی دل سرد شدم. میگم من برای کی دارم این همه زحمت میکشم؟ خب شنید عزیزم، داره برای کی زحمت میکشه؟ برای شما حشریه قد نشناس یه خورده قد شناس باشید. داره زحمت میکشه ایشونم. پیجمو به خطر میندازم به خاطر هم محتوایی که من میذارم. 2 روز پیش دیدید که پیجم تا حدودی پریده بود و من به سختی برگردوندم. من به خاطر عزیزان اسرائیل ایشون رو تهدید کرده. شما چرا لایک نمی کنید؟ برای همدیگه ارسال نمی کنید؟ به خاطر شما این همه داره سختی میکشه. محتوای مفید داره تولید میکنه. شما این همه خطر رو دارم به جون میخرم. این نیست رسمش، واقعا این نیست رسمش که حمایت نمی کنید. خب عزیزان، این کارشناسی هم به پایان رسید. تا کارشناسی بعدی شاد و پیروز باشید.